اینجا آلمانه. الان اومدم یه گاوداری بر حسب اعتماد، هیچ فروشنده‌ای داخلش نیست، ولی شما میتونید تخم مرغ، شیر، عسل بخرین و پولش رو بذارین و برین. اینجا بر حسب اعتماده. با من بیاین داخل. خب بیاین داخل. اینجا براتون روی بورد نوشته که 1 لیتر شیر 1 یورو، یه شیشه شیر 2 یورو، تخم مرغ 4 عددی 6 عددی 4 یورو و عسل 6 یورو. حالا من الان میخوام یه بطری شیر خودم پر کنم. یه بطری شیر تازه گرفتم. اینجا چون فروشنده نیست بر حسب اعتماده، ما پولش رو توی این صندوقشون میذاریم. 2 یورو. بریم که نوش جان کنیم. بهتون نشون بدم همین شیری که گرفتیم از همین گاوای خوشگل اینجاست. بیایید داخل. از همین گاوای خوشگل اینجاست.